اطفال نازنین و دوست داشتنی، السلام علیکم. امیدوار هستم همتان صحتمند و خوشحال آمده باشین. درس نو ساختن کلمات را گوش بتین. باز هم درس نو خود را با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. حال شما بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. کلمه اول دال و ریز. در به این شکل نوشته میشه و در تلفظ میشه. دال و ری در. در کلمه دروازه. اینه ببینین در این شکل دروازه را در این ویدیو. در دروازه. دال و ری در کلمه دروازه. دال و ری در کلمه دروازه. اول دال ری آمده، در باز و الف آمده و باز زی گردک ز. دروازه. دال ری در کلمه دروازه. دروازه رو ببینین، دروازه باغ است که باز بسته میشه، حتما شمال میزنش. در دروازه. و حال زال ری به این شکل نوشته میشه، زر تلفظ میشه، مثل زر در زره. زر در زره. زره توته های خرده میگن. ببینین این زرات گل ها است، حتما طوفان یا شمال شدید وزیده که کدام گل ها را برگ کرده و زره هایش در آسمان بالا کرده، پس در زمین میفته. زر در کلمه زره. با زر یک ایگردک آمده و ایره چی ساخته؟ زره. زر در کلمه زره. زال و ری در کلمه زره. و حال زی و ری را میبینیم به این شکل نوشته میشه و زر ای هم زر تلفظ میشه، مثل زی و ری در کلمه زرافه. زرافه را خب میبینین یک حیوان بسیار گردن دراز مقبول است که از درختها برگایش میخوره، چون قدش بلند است میرسده برگای درختها را میخوره و بسیار یک رنگ مقبول داره، پوست مقبول داره. زی و ری زر. زر در کلمه زرافه. یک الف پیش روی ری آمده، زرا شده، زرا. فی و گردک فه. زرافه. زر در کلمه زرافه. درس امروزتان اما قدر بود. خدا کنه یاد گرفته باشه. دیگه شما رو به خداوند مسپارم. خدا حافظ.